اعجاز علمی قرآن کریم و نهج البلاغه درباره تأثیر زمین در پدیده چشمک زدن ستارگان. یک اشاره نهج البلاغه به تأثیر زمین در پدیده چشمک زدن ستارگان 644 اجازه علمی نهج البلاغه. دو خطبه اول نهج البلاغه فساوی منه سبع سماواتان جعل السفلان و مرجان مکفوفن سنزینهن به زینه و الکواکب. سه از آن 7 آسمان را پدید آورد و آسمان پایین را چون موج مهار شده قرار داد. غیره آنگاه فضای آسمان پایین را به وسیله نور ستارگان درخشنده زینت بخشید. سه از آن 7 آسمان را پدید آورد و آسمان پایین را چون موج 4 پس از تاکید خداوند در کتاب آسمانی قرآن مبنی بر درخشنده نشان دادن ستارگان در آسمان پایین. آیه 6 صفات 4 پس از تاکید خداوند در کتاب آسمانی قرآن مبنی بر در نهج البلاغه نیز به این مورد اشاره شده است. این در حالی است که قرنها بعد کشف گردیده که نور در اثر عبور از لایه‌های جو زمین شکسته شده. فواتوج توجه در نهج البلاغه چشم غلظت بالاتر از اتمسفر در نزدیکی سطح زمین اوج انحراف و شکست نور را در پایین ترین لایه جو تروپوسفر خواهیم داشت که باعث وقوع پدیده زیبای چشمک زدن چشم غلظت 7 ستارگان می شود. با فاصله گرفتن از سطح زمین لایه‌های اتمسفر رقیق‌تر شده و در نگاه فضانوردان خارج از جو نور ستارگان ثابت دیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب